بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناملای محترم. حیوانهای دریایی را کدامش حلال و کدامش حرام بودن را مفصلا شرح دید با آیت و حدیث و فتوا. در نزد مذهب ابو حنیفه بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا زندگی میکنن همش حرام هستند، بغیر ماهی و آن چیزی که باز در همین عالم ماهی داخل می شود. زیرا که در داخل بحرها اگر شما خبر داشته باشین خوک ماهی هم وجود دارد، سگ ماهی هم وجود دارد، خرس‌های آبی هم وجود دارد، قورباغه ها وجود دارد، خرچنگ ها وجود دارد. طبیعت آدم از دیدن وی خیره می شود. این خبائث می گویند. حضرت امام این دلیل کردن و گفتند بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا هست همش حرام است. اگرچند که نزد جمهور همه آن چیزی که در دریا هست همش حلال هست، لیکن نزد حضرت امام ابو حنیفه همش حرام است بغیر ماهی. در حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که دو چیز را به ذبح یعنی به بریدن سر اونها برای شما حلال گردانیدم، یکی ماهی یکی ملخ. ملخ هم در اسلام حلال است خوردنش، چی ذبح کرده باشد چی به ذبح باشد. و ماهی که اگر حضرت امام ابو حنیفه میگوید اگر خود مرده باشد وای حرام است، وای را خوردن جایز نیست. یعنی خود مردش حضرت امام جدا کردن که وقتی می روید شما می بینید که در دریا شکمش از قسم بالا باشد مردگی باشد، این صورت اون ماهی را حرام است خوردنش. وقتی که اگر شکمش از قسم پایان باشد و پشت از سوی آسمان باشد و مردگی هم که باشد حلال است. و این ماهی هایی که ما و شما با طریق مثال آب خلار میزنیم میگیریم شان یا یگان داروی دیگر میزنیم ماهی ها را نابود میکنیم، ایناش حلال هستند. مگر خود ماهی از پیش خود مرده باشد این حرام است گفتن حضرت امام ابو حنیفه. السلام علیکم دامنای عزیز، یک دو سوال دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبیند و نیت نماز شب را میفهماندین. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس دامنای عزیز به پررگی جواب بدید. با آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی معنی هست. امروز برای آنی که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه من ان شاء الله همت میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خانه میبینین، سر و صورتتون درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعضی حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موسفیدهای پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خرد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینا از ما و شما دور شدن، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان را تماشا میکنیم، بدن خودمان را نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی است، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. اگر شب تاریک در خواب ترسناک یا ناخوب ببینید چی باید کرد؟ یعنی وقتی شما اگر شب در خواب یک خواب میبینید که یک دهشت شما را فرا میگیرد، یعنی یک خواب ترس، پیغمبر گفتن وقتی بیدار شدین با طرف چپ 3 بار آب دهانتان پرتایین. با طرف چپ که در اون موضع شیطان است میگوید و این خواب ترسناک شما از حساب وی است، در جانب همون چپتان 3 بار توف کنید، یعنی با بگیم
سخنهای عادی امروزه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید در هر بار توف کردنتان و بعد او پهلوی که خواب بدین پهلو را عوض کنید و خواب کنید. گفتم پیغمبر انشاءالله دیگر خوابی ناخوب نمیبینید. دویم سوال، اگر سلام از آدمی راه دوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته. وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثلا از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتند و علیه و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر ویها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم به کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن با اونها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشویم. شیر اسب حلال است، شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد شیر او را گرفته استفاده کنین حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد در پیستان و شیر باشد شیر او را جوشیده گیرین، شیر وی حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفنش درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه هست میگوید. السلام علیکم کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است. و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی ورزقنی، این سوره رو میگویند که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس دارم عزیز اینها رو به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدن. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین اون چیزی که گفتی همش حقیقت دارد. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است، فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم میشود و نسل او کم میشود. دیگر نزد هر چهار این ائمه اربعه، نزد چهار مذهب اخته کردن حیوان به طریق اولاد جایز است، یگان غلط و یگان خطایی ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته میشود حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش سه روغن میشود و گوشتش با لذت میشود. یعنی همه حیوان برای انسان است، اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاورد، زیرا همون حیوان‌های هستند همه اونها را خدا برای ما آفریده است. اختشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما اونها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه‌هایی که هستند چقدر یک خاصیت خوبی آورده است که به جای همین تکنیک‌های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنه. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد در حال شما میتوانید که شکم او را پاره کنید. البته برای این با متخصصان لازم است، پاره میکنند و کودک از شکم او میگیرند. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند ای امام آیا یگان فتوای داده ای که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتند بله یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتند چی فتوا دادی؟ گفت بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم این فرزند گیریم؟ گفت بله. گفتند حضرت امام گفتند بله شکم او را پاره کنیم فرزند گیریم.
در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتن امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. این مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستند.